کابل در شاهنامه پایتخت مهراب کابلی که عشق رودابه دختر مهراب کابلی و زال پسر سام حاکم زابلستان در شاهنامه ذکر شده. سمنگان در شاهنامه، عشق تهمینه دختر شاه سمنگان و رستم در شاهنامه ذکر شده و اکنون تخت رستم در سمنگان موقعیت دارد. بلخ در شاهنامه، بلخ در شاهنامه به عنوان شهری مهم و پایتخت پادشاهان آریایی پیشدادی و کیانی ذکر شده و به طور خلاصه بیشتر داستان‌های آریایی‌های شاهنامه در افغانستان کنونی رخ داده و تمام حماسه‌های رستم و خانواده‌اش در خاک افغانستان اتفاق افتاده. و همچنین کتاب اوستا، کتاب زرتشت، بادنوشته‌ها و ورق‌های طلایی از غاری در بامیان افغانستان کشف شده